عرض ادب مجدد حضور دوستان. جلسه قبل راجع به اهمیت افزایش و ارتقاء بازده دستگاه گوارشی و تناسبش با پتانسیل ژنتیکی پرنده صحبت کردیم. لزوم این ارتقاء توجه به مدیریت پرورش هستش. این مدیریت پرورش هم استحصال داره، اجزای مختلفی داره: مدیریت محیطی، مدیریت سالن‌های پرورشی، مدیریت تغذیه‌ای و سایر اقوام مورد نیاز هستش. برای رسیدن به این در واقع توان ژنتیکی حد اکثری ما مجبور به دخالت در اون ارتقاء عملکرد سیستم گوارشی پرنده هستیم. حالا چه به لحاظ در واقع فانکشنال، چه به لحاظ استراکچرال، مجبوریم از یک سری عوامل کمکی استفاده بکنیم یا ابزارهایی رو در این مورد استفاده کنیم. یکی از مهمترین این ابزارها که الان به صورت بسیار وسیعی در دنیا روش تحقیق میشه و تولید میشه، افزودنی‌های خوراک دام هستش.